یک گناه را خود کردیم که خلافت احیا نکردیم، گناه دیگر را بکنیم از خلافت منکر شیم، قطعا این کار را نمی کنیم. خلافت در اسلام اصل است، حکم از آن خدا است. در این شک نیست که دموکراسی در تضاد است. ما در دو مشکل کلان که گیر هستیم که عریانی و فحاشی و وحشت است. حکومت افغانستان تمام مطبوعاتش ببینین کمی مطبوعاتی که دمی حکومت برش آزادی داده کلش عریانی پخش نمیکنه، کلش فحشا پخش نمیکنه. عالم وظیفش نباشه که باید بگویه، مثل که شاهد صاحب گفت حالا از اوقاف میخواد که بر از او یک طرز العمل جور کنه که خطبه تموت بخوان، قطعا شده نمیتونه. باید عالم بگویه که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ایران بگویی که فکر داعش است، ایران بگویی که فکر تروریستی است. خدا میگه یهود و نصارا هیچ گاهی از شما راضی نمیشه. لن وقتی که داخل شد سرمزاری علما میفهمند که دیگه قطعا تاکید است که دیگه راضی نمیشه تا که متابعت یهودیت و نصرانیت نکنی. ایران مولا نگویه، ایران استاد ثقافت بر معاصرش نگویه که فکر داعشی و طالبی و تروریستی است. قطعا طور نیست جناب رئیس صاحب. ما به شما قول میتونم تلویزیون افغانستان برنامه اسلامی رو پخش کنه، 50% مشکل جنگ افغانستان امروز حل میشه. مخالفین افغانستان تلویزیون ها رو نمود ملت اساس ساخته، میگه امیر حکومت اسلامی میگن که تمام روز زنا میرقصه، امیر حکومت اسلامی میگه عریانی و فحاشی است.